ما و شما سعی کنیم که همین صنعت دزدی کنیم، علم باید دزدی کنیم. بعد ما مجبور شدیم که قاچاقی از ایران اینا را وارد کنیم، قاچاق آوردیم. فعلا در افغانستان چه کردن؟ با خودم گفتن که افغانی، گفت تخم زعفران ما رو بردین، حالا میخواید شترمرغ هم ببرین؟ گفت برید و نمیدونم اگه لاشش میبری، لاشش مرده شده. همین تو با ما گفتن اگه لاشش میبریم ما میدیم افغانستان، ولی زندهش به هیچ وجه نمیدیم. البته میشه دو رقم از اینا بهره برداری کرد، یکی بهره برداری صنعتیه، یکی بهره برداری سنتیه که در سنتی خب زیر خود از اینا بگذاره، اینا تولید مثل کنه، یعنی بالاترین شاید مثلا وزن اینا 130 کیلو، 140 کیلو، 120 کیلو اینا بیه. حالا ما الحمدلله این صادرات در تاجیکستان 2 ساله که صادرات داریم، از اینجا در تاجیکستان از ما درخواست کردن میبریم. فعلا هم قزاقستان، ازبکستان قیمت خوراکیش 500 افغانیه این یک تخم، اما تقریبا مثلا 8 نفر نهایت 10 نفر کفایت مونه. حالا میتونه از 5 لک 6 لک افغانی ابتدا شروع کنه که یک فرم البته معیاری نه، یک چیزی ابتدایی میشه. مرغایی که خارجی پوپوک داره، یک مقدار پرپایه و اینا هم خیلی قیمت دارن برای فارم و برای مثلا و یک تعداد دیگه هم استرالو که جنس از استرالیا آمده و تخم گذاری از اینا بسیار خوبه، خیلی تخم زیاد میده در سالی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول خوش آمدگویی میگیم به شما دوستا، آقای بگزاد که لطف کردین. حالا شما هم تلاش کنید که انشالله بتونید که در یک وطن در کارهای اقتصادی زیربنا یک سهمی داشته باشین. واقعا خوش آمدگویی میگیم، خسته نباشین. خدمت رئیس ما حاجی محمد علی رجایی هستم. دیگه تقریبا در حدود 8 ساله که مشغول کار صنعت فارم شترمرغ هستم. خب شترمرغ واقعا در بخش اقتصاد مخصوصا در کشورهای فقیر مثل افغانستان واقعا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. اینا به خاطر که گوشت خیلی خوب دارن، مثل چربی و پوست و پر و تخم گذاری از اینا خیلی خوبه. مثلا یک شترمرغ در سال میانگین که در نظر گرفته شده در حدود حالا 70 تا 80 تا تخم در یک سال میگذاره. خب این بستگی به نگهداری هم داره، خب بیشتر هم میگذاره، تا 120 تا هم گذاشتن، ولی میانگین هم 70 تا 80 تا 70 تا 80 تا تخم خب خیلی ارزش داره از نظر اقتصادی، از نظری که واقعا کسی بتونه اینا رو تولید به جوجه کنه و بسیار کمک میکنه برای خانواده و بسیار مؤثره، بسیار خوبه. خب البته این بستگی به خرید داره، مثلا حالا نمیشه که یک سقف خاصی تعیین کرد، چون مثلا حالا تعدادش چقدر میخره، بیشتر میخره، کمتر میخره، بستگی به اون داره. حالا میتونه از 5 لک 6 لک افغانی ابتدا شروع کنه که یک فرم البته معیاری نه، یک چیزی ابتدایی میشه. اما اگه واقعا فرم معیاری درست نه، خب هزینه زیاد میخواد، جای زیاد میخواد و درآمدش هم خیلی خوبه. دیگه فعلا در ابتدا میتونه 4-5 لک شروع کنه. چون اولا ما از ایران آوردیم
خب ایران هم به خاطر مسئله اقتصادی، مسئله ازی که هر کشوری سعی مونه که مثلا صنعت خود را زود برای کشورهای دیگه ندیه، مثلا ممانعت کردن. ما رفتیم یعنی 8 سال پیش قرارداد کردیم با یک شرکتی 50 عدد را. بعد دنبال مجوزی گشتیم، هیچ مثلا نه جهات سازندگیش نه بهزیستیش حاضر شدن که برای ما جواز بدن وارد افغانستان کنیم. بعد ما مجبور شدیم که قاچاقی از ایران اینا را وارد کنیم، قاچاق آوردیم. فعلا در افغانستان تا حدود خوب الحمدلله که خود از این مرغا اینجا تخم گذاری دارن، تخم میگذارن، یعنی خود کفاش دیم تولید منیم دیگه، مشکل نداریم که از خارج وارد کنیم. البته میشه دو رقم از اینا بهره برداری کرد، یکی بهره برداری صنعتیه، یکی بهره برداری سنتیه که در سنتی خب زیر خود از اینا بگذاره، اینا تولید مثل کنه و یک مقداری یعنی خیلی صرفه اقتصادی نداره، به خاطر که اینا زیر مثلا حالا سینه اینا تقریبا مثلا در 15 تا تخم بیشتر جا نمیشه و او خیلی به صرفه نیست سنتی. وقتی که دستگاه میگذاره اینا تقریبا 80 تا 90 تا تخم میگذاره، خب او در صرفه یعنی خیلی خوبه. خب اینا وزنش متفاوته مثل دیگه حیوانات، تقریبا حالا یعنی بالاترین شاید مثلا وزن اینا 130 کیلو، 140 کیلو، 120 کیلو اینا بیه، ولی خب پایین‌تر هم داره، مثلا از 70 80 به بالا شروع میشه. اینا را اگه واقعا خوب پرورش بده، خوب نگهداری کنه، در سن 8 ماه به بعد تا 10 ماه اینا شاید مثلا 70 کیلو 80 کیلو حرکت میشی وزن پیدا کنه. خود تخم از این تا اونجایی که واقعا دست مقدور سعی کنی برای خوراکی ندین، مثلا هیچ فارمداری این کار نمونن، برای اینکه خب قیمت خوراکیش 500 افغانیه یعنی یک تخم، اما تقریبا مثلا 8 نفر نهایت 10 نفر کفایت مونه، ولی خب این نباید مثلا خوراکی مصرف شه. اونایی که حالا مثلا خاکیه یعنی نطفه دار نیه واش اشکال نداره، دانشی 500 افغانی اینا فروش میشه. خاکی و نطفه دار شد اینا که دستگاه گذاشته میشه، البته دستگاه داره، او دستگاه های پیشرفته فعلا ما نداریم، در افغانستان وارد نشده، یعنی در دستگاه میگذاریم حدودی مثلا حالا یک 7-8 روز، بعد اونایی که نطفه داره اینا رگهای خونی دویده میشه و اونایی که به نطفه و چی میشه یه سفید میمانه. اینا مرغایی که خارجی پوپوک داره، یک مقدار پرپایه و اینا هم خیلی قیمت دارن برای فارم و برای مثلا چیزای تزیینی. اینا جوری 3000 افغانی اینا قیمت شرکت میشه و تخم هم میدن، تخمای خیلی خوب میدن و این یک نسلی است که آماده در افغانستان فعلا در حال گسترش از اینا. دیگه اونا مرغای کنجا دیدین اونجا هم 3 نوع مثلا هستن، یکی کلنگیه و یک تعداد دیگه هم استرالو که جنسش از استرالیا آمده و تخم گذاری از اینا بسیار خوبه، خیلی تخم زیاد میده، در سال 270 تا اینا تخم اینا دارن. و یک دیگه هم هست لگهورنه که اون لگهورن سفید جنسشی از ایران آمده و اونا بسیار تخم گذاره خوبن. مرغای وطنی بازدهیش خوب نیه، مثلا یکی همین مرگ میر از اینا زیاده فعلا، یعنی روی بورس که هرچی هست همی لگهورن و گلدون مصری مثلا و همی استرالو همی 3 نوع که هست خوبن. خب فارما دارن در کل جای هستن، مثلا از اینا دارن، مشکل نداره، یعنی کلا فارما روی از اینا کار کردن دارن.
بیا دیگه از یک ماهگی شروع میشه تا خب بزرگش هم سودا میشه، مثلا 2 ماهش هم سودا میشه، 3 ماهش هم سودا میشه دیگه، هم صفر شروع میشه تا آخر هر چی بخوای کتاش. اینا کس دانه ایه، کیلویی نیه، مثلا دانه ای قیمتاش مشخصه، حالا از کوچک تا بزرگه. پر از اینا کس خیلی استفاده بسیار خوبی داره. شاپراش که میگیرن برای همون کارهای تزئینی که در فیلم ها میگنید، مثلا پادشاه در سرخ میزنه و مثلا چی میونه اینا، خب قیمتشون خیلی بالا، یعنی کیلوی تقریبا در پول افغانی 7000 افغانیه کیلویشی. بعد از اون پرای نازک داره که اینا هم در لباس ها استفاده میشه برای تزیینه، و یک سری پرای اینا برای گرد زدایی در دکانا در اینا چیز میشه، اینا کلا فروخته میشه. کلا اینا هیچ دور انداختنی نیست، جز استخوانش. دیگه روغن از اینا خیلی مفیده و در بخش چیزای بهداشتی آرایشی اینا استفاده میشه، خیلی قیمتش بالایه. و گوشت از اینا خوب جایگاه خود داره دیگه، که از گوشت گوسفند قیمتش بالاتره. خدمت مبارک گرشه پوست از اینا واقعا خوب خیلی چرمی با ارزش هست که قیمت چرم از اینا خیلی بالایه، مثلا 300-400 دلار هر پوست از اینا ارزش داره. تخمای از اینا که فعلا والی اینا وقت استراحت شه، وقتی شما رو میبینید که خیلی آرامه با مو کار نداره، چون استراحت یعنی خیلی مست نیان، خیلی نمیزنن، ولی وقتی که مثلا اینا در بهار که شروع میشه وقت تخم گذاری اینا خیلی مست میشه، چون الان اینا تخم گذاشته خسته یا مانده، بعد فعلا خیلی آرامه کرخته. تخمای از اینا که فعلا هم نیه، تخمای از اینا کلا مثلا جوجه کشی میشه دیگه، یعنی برای تولید جوجه. خوراک از اینا خب بیشترین خوراک از اینا که است رشقه، بعد خدمت جواریه، سویا، جو، سبوس، به اضافه یک سری موادایی که اونا ویتامین مکمله، مثلا حالا میتونین، لیزونین، فسفات، کربنات، اینا هست قدش قاطی میشه. خب اینجا هم برای دولت خب یک پیامی که واقعا ما میتونیم بگیم که دولت انشالله تلاش کنه که همین مسئله برق، واقعا در افغانستان مشکلی که فعلا چی در سطح مثلا صنعتی چی در سطح رهایشی واقعا مشکلی که داره برق. این برق افغانستان خب نامنظمه دیگه، ایره واقعا دولت رویش کار کنه که کل صنعت روی برق، یعنی شارع کلی مثلا اقتصاد برق، مثل شاراک هسته، مثلا جاده هسته، این برق باید واقعا تأمین شه، برق درست شه. درست حالا یک مقدار سولر هستن، روزانه میشه سولر استفاده کرد، مشکل حل میشه در روز، مثلا تا یک حدود بیتری بخری هم تا حدود یک مقداری حل میشه، ولی در کل حل نمیشه. این برق واقعا باید دولت تلاش کنه که این برق آماده شه، و دیگه با فارمدارا مثلا از نظر وامی یا مثلا از نظر تغذیه، از نظر جای همکاری کنن، چون الان مثلا خب جای ما کوچیکه، حالا ما در حال گسترش ان شاء الله میخوایم که اینا رو گسترش بدیم، خود جای کوچیکه، اینا خود یک جایی که زمینای دولت هستن اینا رو باید بیدن برای فارمدارا تا از اینا استفاده خوب بشه. خب ما آدرس مشخص داریم، خدمت ارشد باز شماره تلفن داریم، هم شماره واتساپ داریم. شماره ما 0777 10 38 49، این هم شماره تلفن، هم شماره واتساپ، یعنی دوستان ما با ما در ارتباط از این طریق میتونن. بازم تکرار می‌کنیم 0777 10 38 49. شماره بسیار راحته، برای خودم خیلی راحته، برای دوستام ان شاء الله حتما راحته. مثلا افغانستان یعنی پر و پوست و مثلا اینا تا خیلی روش کار نشده، اما واقعا اگر ما کار شه، مثلا هر کدومی اینا باید کارخانه‌های بزرگ تشکیل شه. مثلا خود در ایران چربی از اینا چندین کارخانه‌ای هستن که روی از او کار کرده، یعنی چربی اینا از رو میگیره درست میکنه در قوطی‌های کوچیک و بسیار مفیده برای دردهای روماتیسم، اینا گرمه استفاده منن، مثلا خیلی جایگاه خود باز کرده، ولی در افغانستان فعلا نه، به اون سطح نرسیدیم، حتی در کشتار نرسیدیم. یعنی ما هرچی تولید مونیم بازم کم میاریم واقعا. مثلا ما قدر مشتری الحمدلله هستن، تقاضا زیاده ولی عرضه کمتره. ان شاء الله سعی کنیم که ما عرضه ها رو زیاد کنیم که تا متقاضی ها مجاب شه. حالا ما الحمدلله این صادرات در تاجیکستان 2 ساله که صادرات داریم، از اینجا در تاجیکستان از ما درخواست کردن میبریم. فعلا هم قزاقستان، ازبکستان، همین
مهاجرین خودون ما اونجا هستن، زمین خریدن الحمدلله. خیلی زمینای هم زیاد داره در قزاقستان و ازبکستان. از ما تقاضا کردن که شما اینجا با ما همکاری کن یا شریک میشین یا بیاین که ما راهنمایی کن، برای ما مثلا جوجه بدین، شترمرغ بدین. فعلا قد از در ارتباط هستیم و اونا هم تقاضای ازیر کردن که هم پاسپورت از ما هم درخواست کردن که دعوت کنه اونجا ان شاء الله بریم. روی از این کارا کار میشه ان شاء الله گسترش پیدا کنه و این وظیفه دولت هم است که یک سری تسهیلات مثلا برای بخشای فارم مثلا خودکفایی اینا همکاری کنن، یعنی تنها نگذارن، چون اینا تنها در یک بال مثلا سرمایه‌دار نمیشه، باید این یک بال دیگه دولت هم باشد تا که این دو تا بال در گردش بیه و بتونه صنعت مثلا گسترش بده. متقاضی زیادن، متقاضی الحمدلله طرفای کشور آسیا میانه هم داریم فعلا دیگه. مو روز درگت کار ان شاء الله بتونیم گسترش بدیم. خیلی خوب شده الحمدلله. یعنی ما 8 ساله که کاریم رو سال اول کس آشنایی نداشت، خیلی چیز نداشت. الان الحمدلله خیلی خوب شده. اینا تحقیقات کردن از طریق اینترنت، مثلا رسانه ها خیلی تبلیغات کردن. حالا ما خودم شاید مثلا 30-40 مصاحبه انجام دادیم که تلویزیون ها میان، مثلا یوتیوبرها اینا واقعا آگاهی زیاد شده. یعنی ما الان در روز مثلا شاید مثلا 100 تا 200 تا تماس داریم از مردم خود و سطح آگاهی مردم خوب شده، خیلی خوب شده و سرمایه دارم واقعا خیلی توجه دارن در رویش کار میکنن. در افغانستان خب خیلی جایی هستن که زمین زیاد دارن، مثلا 100 جریب 200 جریب زمین دارن در دشت‌های مثلا ننگرهار، جلال آباد، طرفای مثلا شمال. اینا تماس گرفتن با ما که فعلا اینا درگت میخوان که همین کار انجام میده و من دی باورم که ان شاء الله با می روند اگه برم من 2 سال 3 سال ان شاء الله خیلی در نظرم فرمای بزرگ تشکیل میشه ان شاء الله، با امید خدا. یعنی دیگه افغانستان رو به خودکفایی باید شود دیگه 100%. مثلا حالا شما جمهوری اسلامی ایران در نظر بگیرید، ایران هم تقریبا 21 سال شده شترمرغ آمده ولی قبل از اون نبود. فعلا یعنی واقعا ایران تولیدات خیلی گسترده داره. حتی فعلا این مالی چی شدن که بعد یک ماه پیش رفتم ایران، اینا فعلا نمیگذارن که خارج از ایران مثلا از مرز ایران خارج شه. چای شترمرغ منع کردن چون کمبود داره خودش، ولی پیش از این مثلا اینا قاچاق میشد، یک مقدار مثلا رسمی برده میشد، ولی فعلا بند کرده به خاطر اینکه متقاضی در داخل خود ایران زیاده. بعد ایران هم نمیخواد که اینا خیلی گسترش پیدا کنه، کشورهای همسایه از یک مقداری رقابت کنه، آره بهره برداری کنه. خب این رقابت ها هستن، ولی در افغانستان الحمدلله دیگه حالا جایگاه باز کرده دیگه، در او حد رسیده که کم کم روی پای خود ایستاشه دیگه. نیاز مثلا به ایران و از پاکستان که اصلا نمیگذاره. البته پاکستان هم خیلی زیاده شترمرغ، ولی هیچ وقت از پاکستان تا حالا یک دانه هم شترمرغ وارد نشده ما تا جایی که ما اطلاع داریم. یعنی نمیگذاره به خاطر که واقعا یک صنعت خیلی خوبی هست، یعنی رقابت بسیار خوب میشه کرد. مثلا حالا با فرمای گوسفند، گاوداری اینا خب اگر واقعا مقایسه کنی یعنی چند برابری مثلا از گاو و گوسفند اینا ارزش بالاتره، چون بازدهی کارش خیلی خوبه، تخم زیاد میگذاره و تخماش هم خیلی قیمته، مثلا وقتی جوجه تبدیل کنی خیلی قیمته و اینا نسبت به گاو و گوسفند خیلی با ارزش تره، با صرفه برای مردم. خواهی سوال بسیار خوبه. ما شما سعی کنی که همین صنعت دوزی کنی، علم باید دوزی کنیم، علم دقیقاً دوزی باید از هر جایی. مثلا سعی که افغانستان زعفران نداشتن خیلی، شاید مثلا از زعفران هم 10 سال شاید یا بیشتر یا کمتر میبود. خب اینم از ایران آوردن، مثلا تخم شیره، ریشه شیره از اونجا آوردن و امروز الحمدلله افغانستان در نسبت در کل کشورها خود کفایی رسیدن. یعنی 3 سال که مقام اول افغانستان گرفتن در زعفران. یعنی باور کنید این مسئله ایرانی‌ها خیلی حساس شدن، خیلی حساسیت چه کردن. با خودم گفتن که افغانی گفت تخم زعفران ما رو بردین، حالا می‌خواید شترمرغ هم ببرین؟ گفت برید تو نمیدونم اگه لاشش میبری لاشش مرده شده. همین تو با ما گفتن اگه لاشش میبریم ما میدیم افغانستان ولی زندهش به هیچ وجه نمیدیم. خب اینا یک رقابته. مثلا زعفران الحمدلله یک جایگاه خوب باز کرده. مثلا خرما خود در افغانستان پیش از این نبود درختای خرما، حالا طرفای ننگرهار برو ماشاءالله تولید شده. مثلا بخش فارم ماهی خب ماشون کار نمی‌کنه، اینا باید کار شه. در افغانستان واقعا جایگاه خیلی خوبی داره، آب داریم، هم زمین داریم، همه چیز داریم. اما یک چیزی که در افغانستان در نظر خود ما هست، یک مقداری مردم ما بی‌انگیزه، یک مقداری مردم ما این جرأت به خود نمیده. ما که وقت شما این سوال کردین که چرا کار کردیم، به خاطری که واقعا خود کار سختی بود، اصلا خود در افغانستان نبود. خب ما این کار شروع کردیم که واقعا در وطن کار کنیم. خب این صنعت آمده، این صنعت گسترش پیدا کنه.
حالا در کشورهای مثلا اروپایی اگه شما ببینید یعنی بیشترین مثلا حالا گوشتی که اینا استفاده از گوشت شترمرغ، به خاطر که اینا از نظر طبی بالاترین گوشت قرمزه، یعنی گوشت سرخه. از گوشت گوسفند که بهتره، از گوشت گاو که بهتره، از گوساله که بهتره. خب وقتی یک صنعتی با این ارزشی که هست، خب چرا روش کار نکنیم؟ اصلا کار خیلی راحته. باور کن مثلا میرید هر خانواده میتونن این کار کنه. خواهش می‌کنم، من اول خوش آمدگویی میگم از شما. یعنی واقعا همه دوستایی که قبلا اومدن مصاحبه کرده، فعلا شما اومدین که بعد از ظهر تلویزیون آرامنامه ساعت 2 قزما وقت گذاشتیم، من از همهشون تشکر می‌کنم که واقعا شما زحمت میکشین و شماها هستین که واقعا برای ما انگیزه ایجاد می‌کنید، ما رو تقویت می‌کنید. یعنی اینا شما یک بازوی قوی مثلا بخش صنعتین. واقعا این باید مو خیلی سپاسگزاری از شما باید که تشکر کنیم. و در ضمن از تاجرای خود، از مهاجرینی که واقعا در کشورهای بیگانه هستن، بیان در افغانستان واقعا کار کنن. در بخش‌های مختلف کار میشه. یعنی در بخش صنعت شترمرغ میشه کار کرد، در بخش مثلا مالداریش میشه کار کرد، در بخش مرغش میشه کار کرد، در بخش گاوداریش میشه کار کرد، در بخش زعفران میشه کار کرد، در هر زمینه میشه کار کرد. خب چرا مثلا آواره کشورهای بیگانه بشیم که از فامیل، از خانه، از همه چیز دور بشیم؟ یک فرهنگی که تربیت شیم که اصلا واقعا او در شأن مثلا ما مردم افغانستان شاید نباشد. ما مردم افغانستان واقعا یک مردم خب اسلامی، مذهبی، دینی هستیم. خب سعی کنیم که واقعا در کشور خودش مثلا یعنی یک برازندگی بسیار قوی در بین کل کشورها داشته باشیم. درسته جنگ بوده، مثلا ویرانی بوده، تخریب بوده، ولی خب باید ما با مو قدرت و مو توانایی ان شاء الله همه خلاها رو پر کنیم.